فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال دیگرشون این بود که احیانا کتاب‌هایی که آیات قرآنی روی اون هست، خب خیلی وقتا حتی غیر از کتاب‌ها و اوراقی که حتی کلاً آیات قرآنی روی نوشته شده است، چیکار باید کرد اینها رو وقتی که خب استفاده هم نمیشه، زیاد شده، حالا اینا رو فرمودن آتیش بزنیم، جایی دفن می‌کنیم، حکم شرعی در این باب چی است؟ آنچه از صحابه کرام خلیفه مسلمان ها عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه و اعضای شورای که ضمن اونها علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه و از سران صحابه کرام بودند، همین است که مصاحفی که قابل استفاده نبودن و لازم به تلف ساختن اونها بود، اون مصاحف جای گوشه برده آتش دادن تا که هم زیر پای رفتن و بعضی ها میگویند که بعد از آتش دادن خاکستری او را در آب انداخته شود یا دفن کرده شود. یعنی می‌فرمایید که حتی مصاحف قرآن کریمی که خب زیاد استفاده شده و اوراقش حتی پاره شده، لحاظ شرعی این است که سوزانده میشه و بعد خاکسترش یا در آب ریخته میشه یا در گوشه دفن میشه. بله. این حکم فعل صحابه است. آن چیزی که خلفای راشدین به عمل کرد.